امی پنجشیری های ما و شما اکثر ما فکر میکنیم که از کلشخی است که بسیار زورآور هستند، اما ما فکر میکنم که از کلشخی نیست، از اتفاق و اتحاد است. به طور مثال اگر خودت در یک جایی که یک پنجشیری جنگ کنی، فکر کن که یک سیلی زدی، یک پنجشیری یک سیلی زدی، یک دفعه میبینی که یک 20 تا پنجشیری دورت جمع شده. ایره که زدی ای آل چپ است، او دیگه برات میگه که او بدر تو چرا ما را قیسلی زدی؟ اوی ما تو را قیسلی نزدیم، چی وقت زدم؟ ما تو را نمیشناسیم، این دفعه حال در زندگی میبینم ما ای دیگه را قیسلی زدیم. میگه نه خونمو ما هست، اونمو ما هست. طرف از این نفر سعی میکنی که چی میگه؟ بازو میگه ما هموستم. حالا کتی دو تا داوا هستی که یکی دیگه میگه او بدر مرا قیسلی زدی. یعنی یک دفعه متوجه میشی که کتی یک نفر جنگ نکدی، اگه یک پنجشیری را قیسلی زدی مثل ازیست که کل پنجشیری ها را زدی، یا مثل ازی که خود پنجشیر را سیلی زدی. این خصوصیت در اکثر تاجکان نیست. همی مردم تاجک بینمی رقم فکر نمی کنن. چرا این رقم فکر نمی کنن؟ به خاطر که همی ادبیات ما و به خصوص رشد صوفیزم در امی ادبیات فارسی داری باعث ازی شده که ما دیگرها را از دید از زاویه قوم و نژاد و لسان نبینیم، باعث یک انسان ببینیم و تفاوتشان در خاک نشینیشان ببینیم. خاک پای اما شو تا که بیابی مقصود.